به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و مادران و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز برای شما یک قصه جالبی را نقل خواهم کرد که برای هر یک ما و شما انشاءالله یک درس عبرت خواهد شد. البته اگر در وقت گفتن این قصه اگر به خطا گیراهتیم، الله ذوالجلال مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. کشتی در بحر بار سوداگران را انتقال می نمود. در راه از وزن بار کشتی نزدیک بود که غرق شود. صاحب کشتی به سوداگران امر نمود که قسمی از بار خود را به بحر پرتایند و انتخاب بار را به خود سوداگران حواله کرد. سوداگران به خلاصه آمدند که تمام بار یکی از سوداگر را به بحر پرتایند، زیرا او بار زیاد داشت و سوداگری نبود. ولی آن سوداگر ضدیت نشان داد. سوداگران به غضب آمدند و هم خودی او و هم بارش را به بحر پرتافتند و راه را ادامه دادند. سوداگر بالای چوبی برآمد و مدتی پس موجهای بحر او را به جزیره بی آدم پرتافتند. آنجا از چوب و خس خانه‌ای درست کرد و از میوه‌های درختها زندگی خود را می‌گذراند. زیاد عبادت می‌کرد، پروردگار را شکر می‌گفت که زنده مانده است و دعای نجات می‌کرد. چند روز پس شمال سختی وزید و از کجای پاره آتش گرفته را آورده بالای خانه‌ای ساختش پرتافت و آن آتش گرفت. چون این حال را دید، ضعیفی انسانیش بالا گرفت و فغان کرد: ای پروردگارا، من چه گناه کردم که مرا به این حال گرفتار کردی؟ همه بارم غرق بحر شد. خودم نزدیک بود که غرق شوم. حالا در جزیره بی آدم ماندم. یک خانه‌ای داشتم، همان هم آتش گرفت. خیلی غمگین شد و از شدت غم و گرسنگی خوابش برد. مدتی پس از صدای انسان‌ها بیدار شد. چشم گشاده دید که کشتی نزد ساحل ایستاده است و برای نجات او کمک کردن است. شاد شد و شکری الله نمود. چون سوار کشتی شد، از آنها پرسید: ای دوستان من، مرا چه گونه دریافتید؟ گفتند: البته از دود آن آتشی که افروختی. خیلی خوب کردی که با دود به ما اشاره کردی، و اگر از کجا میدانستیم که در این جزیره انسانی هست. شاید از آن کشتی خلاص شدی که چند روز پیش غرق شده بود. چون سوداگر آید به کشتی غرق شده پرسان شد، فهمید که آن همان کشتی است که از آن سوداگران او را با بارش به بحر پرتافته بودند. سر به سجده گذاشت و الله تبارک و تعالی را شکر بی اندازه گفت که در این چند روز او را 3 مرتبه از مرگ خلاص کرده است. الله هر کاری را که برای بنده تقدیر می کند برایش خیر است، خواه بنده درک نماید و یا نه. اگر به مشکل ها و مصیبت ها دچار شدید، غمگین مشوید، زیرا که الله تبارک و تعالی غمخواری کل بنده های خود می باشد. پس در همه حالت فقط تکیه به الله تعالی کنین، دعا به الله تعالی کنین، از صبر به هر یک مشکلی که به سر می آید، زیرا صبر کلیدی حل تمام اون معماهایی که ما شما در زندگی می بینیم. الله تعالی با بنده هایی که در همه مشکل ها و پستی زندگی صبر می کنند. خداوند متعال همه ما و شما را در پستی و بلندی زندگی مددگار باشه و از ناامید شدن، از راه گم زده شدن، از گمراه شدن، از راه شیطان رفتن نگه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام، دوست برادر شما امید رحمت. الله تبارک و تعالی یار نگهبان همه شما باشد.